حضرت آقا باید برای دور جدید مذاکرات با آمریکا برم. دستور چیه؟ دیگه نمیدونم چطوری وقت بخرم. اینا جدی هستن. صبر کن یه لحظه سخنرانیمو تموم کنم. به جای خوبش رسیده که ارزشی‌ها ذوق مرگ میشن. بعد میگم چیکار کنی؟ کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا ببره. عالی بود آقا. پس من برام بگم ما توافق نمی‌کنیم و شما یزید هستید و هر کاری دلتون خواست بکنید. نه کسخل، مگه از جونت سیر شدی؟ میاد کونمون رو پاره میکنه. من اینا رو گفتم برای بیمغزای داخلی که ارعرشون بیفته. تو برو صحبت کن. اگه قبول نکردن اون بسته پیشنهادی ویژه من رو برای توافق ارائه بده، انشالله قبول میکنن و موندگار میشیم. بله چشم آقا. فقط اون سلاحی که دارید و گفتید خطرناکتر از ناو هستش چیه؟ چه قدرتیه؟ قدرت ناو تریاک. حواس کردم اسمشو بردم برم یه بسته دیگه بزنم که آمریکا رو هم تصرف کنم. دیگه برو عباس جان، برو که ویتکاف منتظره. اجازه بدید آخرین بسته پیشنهادیمون رو برای توافق به خود ترامپ ارائه بدیم. حتما خوشش میاد. این آخرین فرصتتونه و اگه بسته پیشنهادیتون راضی کننده نباشه کارتون تمومه. پرزیدنت ترامپ این بسته پیشنهادی ویژه از طرف خامنه‌ای برای توافق. دست از سرم بردار.